رابطه با غاصب قاتل جنایتکار رژیم صهیونیستی اینه دیگه، هم غصب کرده زمین رو، هم قاتل مردمه. چقدر از آحاد فلسطینی رو اینها از بین بردن و چه جنایتی مرتکب شدن با این ارتباط برقرار کردن و خوشحال بودن و به این افتخار کردن و براش توجیه درست کردن، توجیه های یذهب به السکلا. خب من میخوام عرض بکنم که این ابتکار رو متاسفانه خیلی از دولت‌های مسلمان و خیلی از مخاطبین واقعی اهمیتش رو درک نکردن، لکن دشمن اهمیت اینو درک کرد. دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در او کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن. به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جاهای مختلف.